سلام دخترها، این دومین ویدیوی طولانی چنل منه. امیدوارم کلی با هم درس یاد بگیریم از داستانهامون. اینو مطمئنم که همه ما دخترها حداقل اینو یک بارم شده تو زندگیمون شنیدیم که تو دختری دنیا برات امن نیست، زیاد بلند پروازی نکن. این جمله ها رو اونقدر شنیدیم که گاهی شک میکنیم شاید واقعا دختر بودن یعنی سقف داشتن و محدودیت داشتن. ولی مطمئنم یه چیزی که همیشه توی دلامون همیشه گل میزنه صداییه که بلند نمیشه ولی مدام تکرار میشه. نه زندگی فقط همین چیزایی که بقیه میگن نیست. در داستان‌های من کلی ایده، شکستن راه‌های محدودیت و کلی داستانی که شاید حتی یک نفرمون داستانش به یکی از داستان‌های من نزدیک باشه و کلی راه و رسم مبارزه و مقابله با این محدودیت‌ها رو بهتون در داستان‌ها میگم و مهمتر از همه حرفای ما حرفای دل همه دخترهاست که در داستان‌هامون میگیم. امیدوارم که داستان‌هامون رو دوست داشته باشیم و همراه من باشین. داستان اولمون راجع به دختریه که رسید به 20 و چند سالگی، همون سنی که اطرافیانش باور داشتن اوج مناسب بودن یک دختره برای سن ازدواج، اما دختر یک انتخاب متفاوت داشت، انتخابی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. همه چیز از یک شب شروع شد، شبی که پشت میزش نشسته بود لای کتاب‌ها با چشم‌هایی که از خستگی میسوخت اما از هیجان میدرخشید. همون لحظه بود که فهمید تمام زندگیش بین دو مسیر تقسیم میشه، مسیری که دیگران براش انتخاب کردن و مسیری که خودش از ته قلبش می‌خواست، مسیری که فقط با یک جمله تعریف میشد: استقلال. و این کلمه برای او فقط پول نبود. استقلال یعنی آزادی تصمیم گیری، آزادی انتخاب، آزادی نگفتن، آزادی ساختن آینده‌ای که خودش دوست داره، نه آینده‌ای که از او انتظار دارند. همین شد تصمیم گرفت وارد دوره‌ای بشه که همیشه از آن می‌ترسیدند: کار کردن، درس خوندن و ساختن آینده یک زن بدون اینکه منتظر تایید یا اجازه کسی باشه. اما این تصمیم راحت نبود که همه ما میدونیم راحت نیست، ولی قطعا میتونیم انجامش بدیم. هزاران زن در طول تاریخ انجام دادن و نشان دادن که شجاعت یک زن برای انجام دادن این کار بیشتر از محدودیت‌هایی که دیگران و اطرافیانمون برامون تعیین میکنن. از همون اولش این حرف‌ها رو میشنید و مطمئنم که خیلی از دخترای ایران این حرف رو شنیدن: چرا اینقدر کار میکنی؟ تو دختر هستی، قرار نیست نانآور باشی. چرا اینقدر درس، آخرش که چی؟ از این همه استقلال طلب یا آخر سر راه تنها میمونی. مطمئنم که همه این جمله‌های چرت و پرت رو همه ما حداقل یه بار، حتی از آشناهامون هم که نشده از غریبه‌ها شنیدیم. اون میدونست که هدفش ارزش این همه فشار رو داره. صبح زود بیدار میشد. یکی از راه‌های کلیدی که اکثر دخترها در اون موفق شدن قطعا صبح زود بیدار شدنه. سعی کنیم که صبح زود بیدار بشیم که اکثر دخترای موفقمون که باشون مصاحبه میشه قطعا نکته کلیدیشون اینه که صبح زود بیدار میشن. و بریم سراغ داستانمون. نه برای اینکه ثابت کنیم قوی هستیم، برای اینکه ثابت کنیم حق انتخاب داریم. میدونین چیه؟ کم کم دنیا عوض میشه، به سوی پیشرفت میره و در آخر شما میمونیم با حسرت‌هایی که هیچ کس گردن نمیگیره، حتی اون کسایی که محدودتون کرده بودن، حتی اون کسایی که میگفتن نمیتونی. قطعا که هر راهی سخته و اگر سخت نبود همه ما میتونستیم انجامش بدیم. پس نباید بگیم که این راه سخته، این راه غیر ممکنه. هیچ راه سختی دلیل بر غیر ممکن بودن اون کار نیست. و این به همه ما در طول تاریخ ثابت شده و ما زنها ثابت کردیم که هر چیزی رو بهترینش رو میتونیم ما انجام بدیم. علاوه بر این که میگن نمیتونی انجام بدی، ما بهترینش هم انجام میدیم و اینو نه تنها میگیم، بارها ثابت کردیم. بریم سراغ داستانمون. او یک بلیت اتوبوس برای یک سفر کوتاه به شهری که همیشه آرزوی دیدنش رو داشته برداشت و نه همراه کسی، نه با خانواده، نه با یک مرد، تنها. و همون سفر اولین باری بود که فهمید تنهایی میتواند امن باشد، میتواند زیبا باشد، میتواند آزادی باشد. همانجا بود که تصمیم گرفت رابطه‌ای رو که مدت هاست مردد بود را تمام کند. خیلی از ماها وقتی از یک رابطه اشتباه بیرون میایم قطعا موفق‌ترین و زیباترین میشیم، چرا که تنها سدی که اون موقع جلومون هست رابطه اشتباهیه که باید بشکنیم و ازش بیرون بیایم. درسته این خیلی سخته ولی آینده تو خیلی مهمتر از همه احساسات و اون کسی که کنارش هستی. همه ما میخوایم که خودمون باشیم، برای خودمون بمونیم، نه برای یک مرد، نه برای حرف مردم، نه برای تصویری که از دختر خوب ساخته‌اند. ماها گذشت، مدارک جدید گرفت، کلاس‌های تازه رفت. این حس رو مطمئنم خیلی از دخترای مهاجرمون که رفتن تجربه کردند و موفق شدن. آخرش اونایی که تنها پشتکارشون چیزی جز باورشون نبود، هر بار که احساس ضعف میکردن برمیگشتن به اون شب، همان شبی که بهشون میگفتن نمیتونی، شبی که بین دو مسیر انتخاب کرده بودند.
اما این بار با یک حس جدید، حسی که با هیچ رابطه‌ای تجربه‌اش نکرده بودند. قدرت انتخاب، قدرت رفتن، قدرت ساختن، قدرت اینکه اگر روزی خواست عاشق شود، نه از نیاز، نه از ترس و نه از فشار، بلکه از وفور خودش عاشق شود. او یاد گرفت اول خودش را کامل کند، نه برای اینکه دیگران دوستش داشته باشند، بلکه برای اینکه خودش به خودش افتخار کند. و این بزرگترین آزادی یک زن است. مسیرش هنوز تمام نشده، ولی هر قدمش را با این جمله زندگی می‌کند: من انتخاب می‌کنم و هیچ چیز، هیچ کس و هیچ فرهنگی اجازه ندارد مسیر من را به جای من تصمیم بگیرد. داستان بعدیمون راجع به دختری که همیشه فکر میکرد عشق باید امن‌ترین جای دنیا باشد، جایی که وقتی خستگی پناه میدهد، وقتی ناامیدی دستت را میگیرد، وقتی میلرزی آرامت میکند. اما عشق او خانه نبود، جای امن نبود، پناه نبود. عشق او تبدیل شده بود به چیزی شبیه یک اتاق تاریک که هرچه بیشتر تلاش میکرد چراغش را روشن کند، بیشتر میفهمید این خانه اصلا برای او ساخته نشده. اول همه رابطه ها خوبه، مثل تمام رابطه هایی که با حرفهای قشنگ شروع میشن، با گل ها، با آینده هایی که هنوز روی هوا ساخته میشوند. اما کم کم چیزهایی شروع میشود که خود فرد هم نمیفهمد اسمش را. حتی گاهی نمیدانیم این حس تردیدهایی که توی سینه ما میریزد از کجاست. چرا هر بار حرف میزد گاهی یک جوری نگاه میکرد که انگار دارد کوچک میشود. چرا هر موفقیتش، هر پیشرفتش تبدیل میشود به شوخی و به بی اهمیت شمردن. چرا هر بار که حرف از درس، کار، برنامه‌های آینده میزنیم فقط یاد مردها میافتیم. طرف مقابل میگوید تو زیادی جاه طلبی، این همه تلاش برای چی؟ که مطمئنم اینو خیلی ها میشنیدیم. تو که قرار نیست بری کوفه تره کنی، آروم باش، تنها همیشه آخرش همون زندگی معمولی رو دارن. این جمله ها شاید برای آدم ها ساده باشد، اما برای او مثل کشنده ای آرام و مدام روی روحش بود. کشیده هایی که درد نمی گرفتند، اما زخمش هی عمیق‌تر میشد. ماها میگذشت، او آرام آرام کم شد، آرزوهایش کم شد، صدایش کم شد، انگار داشت تبدیل میشد به نقطه‌ای که مطابق خواسته های دیگران ساخته شده. نه خودش، اما یک روز، دقیقاً یک روز خاص اتفاقی افتاد که جریان زندگی را عوض کرد. آن روز سر کار بود. خسته بود، پیامی دریافت کرد، پیامی که از او میخواست بیشتر مراقب رفتارش باشد، پیامی که نمیگفت مراقب حالت باش، پیامی که میگفت خیلی سرکشی، زن باید کمتر بلند پروازی کند. و در همان لحظه، درست همان لحظه، او انگار از بیرون خودش را نگاه میکرد. زنی که پشت میز نشسته بود، چشمهای خسته، دل گرفته، رویاهای سرخورده، زنی که دیگر خودش نبود. آنجا فهمید مشکل او جاه طلب بودن نیست، مشکل او دختر بودن هم نیست. مشکل این است که در رابطه‌ای گیر کرده که از او انرژی میگیرد، نمیدهد. همان روز بعد از کار آرام راه رفت، نفسش تنگی بود، اما قدم‌هایش مثل کسی بودند که تازه دارد از زخم بیدار میشود. به خانه که رسید، روبروی خودش ایستاد، روبروی حقیقت، روبروی انتخاب بزرگی که باید انجام میداد. آن شب بین هزارها اگرها گیر کرده بود. اگر اشتباه کنم، اگر تنها بمانم، اگر مسکره شوم و هزار تا اگر دیگر. اما یک سوال کوچک همه چیز را تمام کرد. اگر همینطور ادامه بدهم خودم را از دست نمیدهم؟ و جوابش واضح بود. صبح فردا رابطه را تمام کرد، بی سر و صدا، بدون جنگ، بدون دعوا، فقط با احترام به خودش. نه برای اینکه طرف مقابل بد بود، برای اینکه آن رابطه برای روح او مناسب نبود. چند ماه بعد حقیقت‌های عمیقی را فهمید. زنها تنها نمیمانند، زنهایی تنها میمانند که خودشان را نمیشناسند. اما زنی که خودش را انتخاب کند، حتی در تنهایی‌اش هم پر است. فهمید هیچ کس قرار نیست بیاید او را نجات دهد، هیچ کس قرار نیست با عشقش کمبودهایش را پر کند. بالها همیشه همینجا بودند، درست روی شونه های خودش. فهمید موفقیت زن رقابت با مردان نیست، آزاد شدن از توقعات مرد سالار است. فهمید عشق زیباست، اما وقتی که از وقوع خودت باشد، نه از نیاز. و مهمتر از همه، فهمید بزرگترین تصمیم زندگی هر زن این است که انتخاب کند. آیا میخواهد خودش را بسازد، با خودش را خرج ساختن دیگری کند؟ او انتخاب کرد خودش را بسازد. و این رو یادتون باشه، هیچ وقت نباید برای انتخاب خودمان عذاب وجدان بگیریم. ببینید، هیچ کس از اول زندگی بلد نبوده درست انتخاب کنه. هیچ زنی از همون روز اول قوی، آگاه و مستقل به دنیا نیومده. همه ما یه زمانی، یه جایی، یه آدمی رو بیشتر از خودمون دوست داشتیم و اسمش رو گذاشتیم عشق. و این اشتباه نیست. اشتباه اونجاست که برای نگه داشتن یک رابطه خودت رو جا بذاری. خیلی از زنها فکر میکنن اگر برن، اگر تموم کنن، اگر تنها بمونن، یعنی شکست خوردن.
ولی کسی بهشون نگفته بزرگترین شکست موندن در جایی که روحت هر روز کوچکتر میشه. عشق واقعی قراره تو رو امن‌تر کنه، نه مضطرب‌تر. قراره تو رو جسورتر کنه، نه ساکت‌تر. قراره کمکت کنه خودت باشی، نه اینکه مدام نقش بازی کنی. اگر برای دوست داشته شدن باید کمتر بخندی، کمتر حرف بزنی، کمتر رویا داشته باشی، کمتر خودت باشی، اون عشق نیست، اون معامله است. و تو هیچ وقت برای معامله شدن ساخته نشدی. خیلی وقتا ما زن‌ها عادت کردیم خودمون رو تطبیق بدیم، با اخلاق مرد، با خواسته‌های خانواده، با ترس از تنها موندن، با قضاوت مردم. اما هیچ کس از ما نپرسید خودت کجای این زندگی هستی. یعنی رابطه ها از همون اول سمی نیستن، آروم آروم سمی میشن، با شوخی هایی که تهش تحقیره، با بی‌توجهی هایی که اسمش آزاده، با کنترل هایی که اسمش غیرته. و خطرناکترین بخشش اینه که تو کم کم عادت میکنی به اینکه صدات شنیده نشه، به اینکه دیده نشی، به اینکه همیشه توضیح بدی چرا اینطور هستی. ولی آدمی که قراره کنار تو باشد نباید از نور تو بترسد، نباید از رشد تو تهدید بشود، نباید از مستقل بودنت احساس کوچکی کند. اگر کسی با قوی شدن تو ضعیف میشود، مشکل از قدرت تو نیست. جاهایی تو زندگیمون هست که باید بشینیم و از خودمون بپرسیم من دارم زندگی میکنم یا دارم دوام میارم. دوام آوردن هنر نیست، سکوت هنر نیست. و سعی نکنیم دیگران رو مثل خودمون به این زندگی تشویق کنیم. خودت رو فدا کردن برای عشق هنر نیست، و خودت رو فدا کردن برای دیده شدن هم عشق نیست. آرامش از جایی می آید که دیگر مجبور نیستی خودت را ثابت کنی، از جایی می آید که میدانی حتی اگر تنها باشی باز هم کاملی. تنهایی همیشه ترسناک نیست، بعضی وقتها تنهایی جایی است که دوباره خودت را پیدا میکنی، جایی که میفهمی چه چیزی دوست داری، چه چیزی میخواهی و چه مرزهایی داری. زن بالغ منتظر نجات دهنده نمیماند، خودش مسئول زندگی خودش است، نه با خشونت، نه با جنگ، بلکه با آگاهی. اینکه انتخاب کنی در رابطه ای نباشی که تو را خالی کند ضعف نیست، بلوغ عاطفی است. اینکه بگویی من آرامشم مهمتر از خودخواهی نیست، خود دوستیه. و بدون هیچ چیزی جذابتر از زنی نیست که با خودش در صلح، زنی که نیاز ندارد کسی تاییدش کند تا احساس ارزشمندی کند. اگر قرار است دوباره عاشق بشوی، اول عاشق خودت باش، با همان زخم‌ها، با همان ترس‌ها و با همان گذشته. زندگی قرار است جای رشد باشد، نه زندان عادت‌ها. و یادت باشد هیچ رابطه‌ای ارزش از دست دادن خودت را ندارد. هیچ عشقی نباید تو را از رویاهایت جدا کند و هیچ مردی نباید دلیل کوچک شدن تو باشد. آرامش و آینده انتخاب است و فقط برای مرد نیست، و تو حق داری این انتخاب را برای خودت انجام دهی. یه داستانی داریم که تو زندگیمون مطیع نباشیم. از بچگی همه ما یاد دادن که دختر باید مطیع باشد، باید آرام حرف بزند، آرام راه برود، آرام آرزو کند، باید مراقب باشد صدایش از حد مشخصی بلندتر نشود که مبادا کسی فکر کند زیادی مستقل شده. خانه برایش نه پناه بود نه زندان بود، چیزی میان این دو. خانه‌ای که پر از محبت‌های پیچیده و سختگیرانه بود، محبت‌هایی که همیشه یک شرط پشتشان می‌دوید، محبت‌هایی که از او می‌خواست دختر قابل پیش‌بینی بماند. وقتی بزرگ شد این الگوها ناخودآگاه وارد رابطه‌هایش هم شد. او فکر می‌کرد همیشه باید از خودش بگذرد تا دوست داشتنی شود، باید از خواسته خودش کم کند تا کسی که کنارش هست بماند، باید کوتاه بیاید چون این کاری بود که تمام زن‌های اطرافش انجام داده بودند. جواب تلفن‌هایی که همیشه اینطور بود، چرا جواب ندادی، کجایی، چرا همیشه سرت در کار است، تو اینطوری بمونی تنها میمونی، تو زیادی سختی، زن باید نیازمند باشد تا عزیز باشد. این جمله ها را بارها شنیده بود. شروع کرد به گوش دادن صدایی که همیشه خفه‌اش میکرد، صدای خودش، صدایی آرام اما محکم که میگفت چرا باید برای دوست داشته شدن کوچک شوم، چرا باید برای پذیرفته شدن بی صدا شوم، چرا باید خود واقعیم را پنهان کنم، و مهمتر از همه چرا باید آرامشی که خود برای خودم میسازم بدم دست کسی که بلد نیست حفظش کند. برای اولین بار حس کرد شاید تمام این سالها اشتباه از او نبوده، اشتباه از انتظاراتی بود که از او داشتند، انتظاراتی که هیچ ارتباطی با هویت واقعیش نداشت و معتقد بودند که باید راه آنها را برود و بدبخت شود. یکی از مشکلات خیلی از زنهای اطرافمون اینه که وقتی خودشون بدبختن، خودشون کانه‌ان، نمیخوان بقیه بلند پرواز باشن، بقیه به رویاهاشون برسن، میخوان بقیه هم راه آنها رو بروند و مثل خودشون باشن و این کار رو مثل یک الگو قرار میدن که تو هم قرار الگوی اون رو بری و اگه ندی مثل یک چیز متفاوت بهت نگاه میکنن و شما هیچ وقت این نگاه ها رو جدی نگیرید، چون در آخر کاری از دستشون بر نمی آید و نترسین، شجاع باشین. همیشه هم همینطور می شود. ما زنها شجاعتمان را جمع می کنیم و رابطه را تمام می کنیم، نه با دعوا، نه با اشک، نه با مقصر دانستن کسی، بلکه با پذیرش.
تمام کردن رابطه سخت است، خیلی سخت. شب‌هایی که روی تخت می‌نشینی و نگاهت به سقف خالی می‌شود، خاطرات مثل موج می‌آیند. اما بین تمام این لرزش‌ها ما چیزی را پیدا می‌کنیم که هیچ وقت در رابطه‌های قبلی لمسش نکرده بودیم: آرام بودن کنار خودش. صبح‌ها بیدار می‌شویم، کاری را که دلمان می‌خواهد انجام می‌دهیم و کاری که دلمان نمی‌خواهد انجام نمی‌دهیم. نه دختر مطیع خانه، نه دختر قربانی رابطه، نه دختر همیشه منتظر تایید، بلکه زنی که بالاخره می‌خواست خودش را بشناسد. زنهایی که در جامعه مرد سالار رشد می کنند گاهی باید چندین بار از نو به دنیا بیایند تا واقعا زنده شوند و او تازه داشت نقطه واقعی خودش را زندگی می کرد. امروز وقتی کسی از او میپرسد چرا هیچ رابطه ای نداری، او با آرامشی که از درونش ریشه دارد فقط میگوید چون یاد گرفتم رابطه قرار نیست جای تنهایی هایم را پر کند، قرار نیست نقص هایم را ترمیم کند. رابطه باید از روی آرامش باشد که خودم ساختم، نه آرامشی که از کسی التماس کنم بدهد. او فهمید زن بودن یعنی انتخاب اینکه در دنیا چطور زندگی کنی، نه اینکه در دنیا برایش نسخه بنویسند. و این آغاز زن جدید بود. چند تا جمله رو بیام با هم تکرار کنیم و هیچ وقت یادمون نبریم. هیچ کس به تو آرامش بدهکار نیست. آرامش چیزی است که از رابطه بگیری، چیزی است که اگر خودت نساخته باشی هیچ کس نمیتواند حفظش کند. اگر برای دوست داشتنی بودن مجبوری خودت را کوچک کنی، آن دوست داشتن ارزش بزرگ شدن ندارد. دختری که همیشه میفهمد معمولا کسی است که هیچ کس زحمت فهمیدنش را به خودش نداده. کنترل وقتی اسمش محبت میشود خطرناکترین میشود، چون یاد میگیری زنجیر را با عشق اشتباه بگیری. همه وابستگی ها با تنهایی شروع نمی شوند، بعضی هایشان با تربیت شروع می شوند. به تو یاد دادند آرام باشی تا دیگران راحت باشد، نه اینکه خودت سالم بمانی. زن قابل پیش بینی معمولا زنی است که رویاهایش را قبل از خودش دفن کرده. اگر رابطه ای باعث می شود بیشتر توضیح بدهی تا زندگی کنی، وقت رفتن است. کسی که از استقلال تو می ترسد از خودت نمی ترسد، از این می ترسد که دیگر به او نیاز نداشته باشی. نیاز داشتن با وابسته بودن فرق دارد. اولی انسانی است، دومی فرسایشی. هر جا مجبور شدی مدام خودت را ثابت کنی، بدان که دیده نمی شوی و از آن رابطه بیرون بیا. گاهی قوی‌ترین کاری که یک زن می‌کند نه ماندن است، نه جنگیدن، بلکه رفتن، بی آنکه خودش را توضیح بدهد. آرامشی که با سکوت اجباری به دست بیاید آرامش نیست، فرار است. تو مسئول حال خوب همه نیستی، حتی اگر سالها این نقش به تو سپرده شده باشد. زنهایی که زود بالغ می‌شوند معمولاً دیر به خودشان می‌رسند. اگر بودن تو کسی را عصبانی می‌کند، شاید مشکل در بودن تو نیست. رابطه‌ای که مدام تهدیدت می‌کند در واقع دارد از آزادیت می‌ترسد. و اینکه تنهایی همیشه خالی نیست، بعضی وقتا پر از خودت است. آدم‌هایی که می‌خواهند نجاتت بدهند اغلب همان‌هایی هستند که اول قطعت می‌کنند، پس به هیچ کس اعتماد نکن. هر بار که از خواسته‌ات گذشتی تا کسی بماند، یک قدم از خودت دور شدی، از رویاهایت دور شدی. زن بودن یعنی یاد بگیری هر جا آرامش نیست وظیفه‌ات ماندن نیست. هیچ کس حق ندارد به اسم عشق روی زخم‌های قدیمی‌ات پا بگذارد. آرامش جایزه زن مطیع نیست، نتیجه زن آگاه است. اگر رابطه ای تو را از خودت دور می کند، حتی اگر تنهایت کند، ارزش تمام شدن دارد. گاهی باید تنها بمانی تا بفهمی چقدر از شلوغی ها فقط عادت بودند. بچه زن قوی کسی نیست که درد نکشد، کسی است که درد را به سرنوشت تبدیل نکند. اغلب خیلی از زنها رو ما دیدیم که به عنوان روز زن استوری میذارن که زن قوی همانهایی بودن که مجبور به تحمل شدند. نه عزیزم، تو مجبور به تحمل نیستی، هیچ وقت هم نبودی. تو خودت رو داری آزار میدی، داری شکنجه میدی و سعی میکنی این رو خوب نشون بدی تا بقیه هم دلخوشی داشته باشن، نه اینکه سعی کنن فرار کنن از رابطه بیان بیرون، بلکه یه دلخوشی دارن برای خودشون. هر دوستت دارم اگر پشتش احترام نباشه بدهیه که دیر یا زود با روح تو صاف میشه. اینو خیلی همون میدونیم و دوست نداریم که بهمون بی احترامی بشه. تو قرار نیست کم صداتر شوی تا دیگران بلندتر شنیده بشوند. همیشه و همیشه من میگم که خودتون رو اولویت قرار بدین. تو دلت براش میسوزه ولی بعدش که نزدیکش میشه بهش غذا میدی، جا میدی، میاد از پشت همون اولین نفری که میشه تو رو میزنه. بعد خودمون مقصریم که زیادی به دیگران پر و بال میدیم. پس همیشه خودت و خانواده‌ات رو اولویت قرار بده. خانواده، جامعه، رابطه همه میتونن دوستت داشته باشن و همزمان مانع رشدت باشن. پس حتی اگه هم دوستشون داریم هیچ وقت به حرفشون گوش ندید. همیشه راهی رو که خودتون انتخاب کردین که برین رو انتخاب کنید، چون همیشه همه ممکنه صلاح تو رو میخوان ولی ممکنه اون راه صلاح تو نباشه. آزادی گاهی فقط این نیست که کسی از تو نپرسه کجایی، چرا، تا کی.
و همیشه مهمترینش یادمون رفت بهتون گفتم که همیشه از دوست حسود دوری کنید. وقتی یاد بگیری خودت رو تنها رها نکنی دیگه از تنها موندن نمیترسی. زنایی که خودشون رو پیدا میکنن کمتر در رابطه میمونن، نه چون سردن، چون انتخاب کردن و هیچ وقت کم راضی نمیشن. همیشه در هر چیز زیاده خواه باشین، در عشق، در تحصیل، در موقعیت کاری، در همه چیز. من همیشه میگم که هیچ وقت به کم گانه نباشید، حتی به لباس ارزون پوشیدن هم گانه نباشید. راجع به رابطه‌های عاطفی هم این که کسی که ترس از تنهایی داشته باشه تو رابطه که همیشه از طرف مقابلش رد بشه یا دیگه دوستش نداشته باشه، دیر یا زود به تنها ترین جای زندگیت تبدیل میشه. میگم که هیچ وقت ارزشتون رو در این حد ندونین که در همچین رابطه‌هایی بمونین. گاهی زندگی از تو شجاعت نمیخواد، فقط صداقت با خودت رو میخواد. بزرگترین بلوغ ما زنها اینه که بفهمیم قرار نیست همه از نقطه جدیدمون خوششون بیاد. خیلی ها چشم دیدن نقطه جدیدمون رو ندارن، اون ورژن قدیمیمون رو میخوان. خیلی جاها برامون اتفاق افتاده که وقتی بخوایم بهتر شیم، چه از لحاظ اندام، چه از لحاظ تحصیل، چه از لحاظ موقعیت مکانی، چشم دیدن ما رو ندارن و همون هایی که به ما میگفتن نمیتونی، وقتی تونستیم دیگه از حسادتشون نمیدونن که چی کار کنند و خودتون میدونین بهتر از من که چه کارهایی که نکرده باشند. ما قرار نیست که در هر جمعی باشیم، در هر دعوتی باشیم خیلی صادقانه و محترمانه میتونیم بگیم که نمیایم، دوست نداریم که باهاتون ارتباط داشته باشیم، یا حتی دوست نداریم که دعوت بشیم. این خیلی ساده است و شاید ندونیم که چقدر به زندگیمون آرامش میده، چون ما به هیچ کس تو زندگیمون احتیاج نداریم. همین که میبینیم میگن که وقتی آدم‌های حسود دورو، حتی اگه دوست باشن، حتی اگه فامیل باشن، از زندگیمون حذف کنیم، چقدر جا برای آدم حسابیا باز میشه، چقدر برای آدم‌های خوب انرژی‌های خوب تو زندگیمون باز میشه. این داستان در این کشور نمیمانم. هیچ وقت فکرش را نمی کنیم روزی برسد که با یک چمدان کوچک در یک فرودگاه بزرگ وسط 1000 آدم غریبه بایستیم. از اول زندگی ما دخترها این جمله ها رو در گوشمون پر کردن. دختر تنها به درد سر می افتد. دختر باید نزدیک خانواده بماند. دختر که نمیتواند آنور دنیا دوام بیاورد. آخرش که چی؟ باید دردی شوهر کنی؟ بچه من وقتی این داستان رو میخونم براتون تعریف میکنم، این جمله هایی که میگم اینا جمله های آدم های حسوده، چون میدونی هیچ کس اونقدر جاهل نیست که از دنیا بیخبر باشه. ما الان تو سال 2025 و خوب هزاران حتی صدها دختر در طول تاریخ، حتی صدها سال پیش ثابت کردن که ما فراتر از اینها رو میتونیم و انجام بدیم. و این حرفا برای زنای آگاهی مثل ما کار نمیکنه. این جمله ها مثل سایه های غلیظ همیشه دنبالمون میاد، ولی اونقدر سنگینش میکنیم که فکر میکنیم شاید حد با اوناست، شاید دنیا مکان ترسناکی برای یک زنه. اما یک چیزی که درونمون همیشه هست، چیزی که نه میمیرد و نه کوچک میشود، رویاهایی که سالها توی سینه های ما مخفی کردیم چون میترسیم که مسخره‌اش کنند. روزی که میفهمیم باید اون درخواست رو بدیم و اون مهاجرت رو، اون کار رو، اون بیزینس رو شروع کنیم، هیچ کس خوشحال نمیشه، هیچ کس حمایت نمیکنه. برعکس همه به جای اینکه بپرسن چی لازم داری یا موفق باشی و انرژی های مثبت بدن، همشون میگن داری زندگی رو خراب میکنی. زن باید زیر سایه خانواده و شوهرش باشه، اون برای دنیا کسی باهات مهربون نیست. و اینا همیشه به نظر من حرفای آدم‌های جاهله. جاهل هم نیستا، حرفای آدم‌های آگاهه، ولی حسودن این آدم‌ها و دوست ندارن شما هیچ وقت به اون جایگاه برسین، از منطقه امنتون بیرون بیان، مستقل بشین، قوی بشین. من همیشه به دخترها میگم که لجباز باشین، سرسخت باشین. نمیخوایم که ما آینده‌مون شبیه زنهایی بشه که همیشه حسرت‌ها، اگرها روی زبونشون خشک میشه. ماها کار کنید، سختی بکشین. هیچ راهی که تهش درخشان باشه آسون نیست، همیشه سختی هست. از تفریح و خوابتون بگذرین، از رابطه‌ای که وقتمون رو هدر میده بگذریم، از آدم‌هایی که نمیفهمن دختر هم حق داره بلند پرواز باشه فاصله بگیریم. هیچ وقت اون لحظه رسیدن به فرودگاه، رسیدن به همین لحظه ها، رسیدن به کشور مورد علاقت، رسیدن به هدفات، به تحصیل، به کارت، هیچ کدوم رو به خاطر هیچ حرف هیچ کس عقب نندازیم. یاد بگیریم تنها غذا درست کنیم، یاد بگیریم تنها در خیابان‌های بلند قدم بزنیم، یاد بگیریم وارد جامعه بشیم، وارد اجتماع بشیم، تنها زبان جدید یاد بگیریم، یاد بگیریم تنها گریه کنیم، تنها بلند شیم. همیشه که دوستمون همراهمون نیست وقتی که حالمون بده. در این مسیر خیلی چیزا رو ما میفهمیم. تنهایی ترسناک نیست، واقعا تنهایی بیدار کننده است. زنان وقتی تنها میروند نه گم میشوند، نه شکست میخورند، آنها تبدیل میشوند به نسخه هایی که ریشه هایشان در خودشان دارند.
نه در هیچ کس دیگر و این زیباترین شکل استقلال یک زن است، اینکه انتخاب کند آینده اش را خودش بسازد. حتی اگر همه دنیا بگویند تو نمیتوانی، او ثابت کرد زنها وقتی تصمیم میگیرند دنیا باید به آنها احترام بگذارد نه ترحم، و این تازه شروع راه او بود. بذارین همون اول یک چیزی رو براتون بگم، نه برای دلخوشیه نه برای انگیزه زیاد. اگر زنی هستین که میخواین تنها مهاجرت کنین یا حتی فقط از زندگی تحمیل شده بیرون بیان، باید بدونین که هیچ کس قرار نیست دستت را بگیرد. همیشه هم این راه سخت خواهد بود، ولی سخت بودن راه در دلیل غیر ممکن بودن اون کار نیست. هیچ کس قرار نیست اول راه بگوید آفرین، و هیچ کس قرار نیست وقتی خسته شدی واقعا بگوید چرا اینقدر خسته ای. و این حقیقت نه ترسناک است نه تلخ، بلکه این چیزیه که نشون میده تو مسیر رو درست میری. همون درست رفتنت باعث حسادت آنها شده. این حقیقت آزاد کننده است. ما را از بچگی یه جوری تربیت کردن که فکر میکنیم اگر تنها بمونیم، اگر پشتمون خالی بشه، یعنی داریم مسیر اشتباه رو میریم. اما کسی قرار نبود که تصمیممون رو تایید کنه، پس حتما اشتباه کردیم و این فکر اشتباهه. ما در اون موقع داریم بزرگترین تصمیممون رو میگیریم. ببینید همه آدم‌های بزرگی که میبینیم داستان‌هاشون رو میشنویم، هیچ کدومشون اول مسیرشون بهشون باور نداشتن، حتی خیلی هاشون رو مسخره کردن. گاهی تنها شدن نشونه اشتباه نیست، نشونه بلوغه. یکی از سخت‌ترین چیزایی که یک زن مستقل باید بپذیره اینه که دنیا به او بدهکاره. خیلی میگن بدهکار نیست، ولی در واقع بدهکاره. نه به خاطر سختی‌هایی که کشیده، نه به خاطر شب‌هایی که گریه کرده، نه به خاطر شجاعتی که خرج کرده. من همیشه عاشق زن‌های جاه طلب و بلند پروازم و واقعا باعث افتخار کردن این مسیر. خیلیاتون همراه منین، یا میشکنی یا گوی میشی. اگر این ویدیو رو داری میبینی، احتمالاً از اون زنهایی هستی که قراره گوی بشی، و اگر بشکنی هم هیچ وقت قرار نیست جا بزنی. ما شاید کم بیاریم، سختی بکشیم، شکست بخوریم، ولی هیچ وقت اجازه نمیدیم که از زمین خوردنمون خوشحال بشن یا از اون موقعیتمون خوشحال بشن. همیشه یک کاری میکنیم، بلند میشیم، و دقیقاً شجاعت ما در همین بلند شدنه که این جسارت بلند شدن و دوباره شروع کردن رو پیدا میکنیم، و فرق ما دقیقاً با اونا همینه. هیچ کجای داستان نمیشنویم که یه زن بلند پرواز و یک زن جاه طلب جا بزنه یا حتی قانع باشه. همیشه قوی بودن یعنی اجازه بدهی بترسی ولی تسلیم نشوی. قوی بودن یعنی به جای نقش بازی کردن به خودت صادق باشی. استقلال مالی فقط پول نیست. استقلال مالی یعنی وقتی کسی تهدیدت میکند که میروم این رابطه را تمام میکنم، تو نلرزی. یعنی وقتی رابطه ای صمیمی است نمانی چون راه دیگری نداری. یعنی وقتی خانواده یا جامعه میگویند بدون ما نمیتوانی، لبخند بزنی و بدانی که نمیتوانی. اولین حقوقی که میگیری فقط عدد نیست، بیانیه است. بیانیه ای که میگوید من میتوانم هزینه زندگی خودم را بدهم، و این یعنی حق انتخاب دارم. یعنی دشمن تو نیست. به تو دروغ گفتند تنهایی زن را ضعیف نمی کند، بلکه قدرتمند می کند. وابستگی ناآگاهانه ضعیف می کند. در تنهایی است که واقعا میفهمی چه چیزی میخواهی، نه چه چیزی را که به تو گفتند باید بخواهی. فمینیست یعنی انتخاب، نه نفرت. فمینیست بودن یعنی حق انتخاب. یعنی اگر خواستی تنها بروی حق توست، اگر خواستی بمانی باز هم حق توست. یعنی هیچ کس حق ندارد نقطه زن درست را به تو تحمیل کند، نه جامعه، نه خانواده، نه مرد، نه حتی زنهای دیگر. تو پروژه نجات کسی نیستی. نه آمده ای کسی را درست کنی، نه آمده ای کسی را نجات بدهی، نه آمده ای ثابت کنی حق داری. تو آمده ای خودت را زندگی کنی، و اگر در این مسیر بعضی‌ها ناراحت میشوند، این هزینه آگاهی و آزادی هست، و تقصیر تو نیست، اشتباه تو هم نیست. تو قرار نیست به دنیا ثابت کنی که میتوانی، چون همه میدانند که تو میتوانی. آنها از توانستن تو میترسند از نقطه امنت بیرون بیایی، و از نقطه توانستن میترسند. بچه امیدوارم ویدیوی من رو دوست داشته باشین و در ویدیوهای بعدی هم همراه من باشین. دوستتون دارم. روز خوب داشته باشین. با هم درس یاد بگیریم از داستان هامون. اینو مطمئنم که همه ما دخترها، حتی اگر اینو یک بارم شده تو زندگیمون شنیدیم که تو دختری، دنیا برات امن نیست، زیاد بلند پرواز نکن. این جمله ها رو اونقدر شنیدیم که گاهی شک میکنیم شاید واقعا دختر بودن یعنی سقف داشتن و محدودیت داشتن. ولی مطمئنم یه چیزی که همیشه توی دلامون همیشه گل میزنه صداییه که بلند نمیشه ولی مدام تکرار میشه. نه زندگی فقط همین چیزایی که بقیه میگن نیست.
در داستان‌های من کلی ایده، شکستن راه‌های محدودیت و کلی داستانی که شاید حتی یک نفرمون داستانش به یکی از داستان‌های من نزدیک باشه و کلی راه و رسم مبارزه و مقابله با این محدودیت‌ها رو بهتون در داستان‌ها میگم و مهمتر از همه حرفای ما حرفای دل همه دخترهاست که در داستان‌هامون میگیم. امیدوارم که داستان‌هامون رو دوست داشته باشیم و همراه من باشین. داستان اولمون راجع به دختریه که رسید به 20 و چند سالگی، همون سنی که اطرافیانش باور داشتن اوج مناسب بودن یک دختره برای سن ازدواج، اما دختر یک انتخاب متفاوت داشت، انتخابی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. همه چیز از یک شب شروع شد، شبی که پشت میزش نشسته بود لای کتاب‌ها با چشم‌هایی که از خستگی میسوخت اما از هیجان میدرخشید. همون لحظه بود که فهمید تمام زندگیش بین دو مسیر تقسیم میشه، مسیری که دیگران براش انتخاب کردن و مسیری که خودش از ته قلبش میخواست، مسیری که فقط با یک جمله تعریف میشد: استقلال. و این کلمه برای او فقط پول نبود. استقلال یعنی آزادی تصمیم گیری، آزادی انتخاب، آزادی نگفتن، آزادی ساختن آینده‌ای که خودش دوست داره، نه آینده‌ای که از او انتظار دارند. همین شد تصمیم گرفت وارد دوره‌ای بشه که همیشه از آن می‌ترسیدند. کار کردن، درس خوندن و ساختن آینده یک زن بدون اینکه منتظر تایید یا اجازه کسی باشه. اما این تصمیم راحت نبود که همه ما میدونیم راحت نیست، ولی قطعا میتونیم انجامش بدیم. هزاران زن در طول تاریخ انجام دادن و نشان دادن که شجاعت یک زن برای انجام دادن این کار بیشتر از محدودیت‌هایی که دیگران و اطرافیانمون برامون تعیین میکنن. از همون اولش این حرفها رو میشنید و مطمئنم که خیلی از دخترای ایران این حرف رو شنیدن. چرا اینقدر کار میکنی؟ تو دختر هستی، قرار نیست نانآور باشی. چرا اینقدر درس؟ آخرش که چی؟ از این همه استقلال طلب یا آخر سر راه تنها میمونی. مطمئنم که همه این جمله های چرت و پرت رو همه ما حداقل یه بار حتی از آشناهامون هم که نشده از غریبه ها شنیدیم. اون میدونست که هدفش ارزش این همه فشار رو داره. صبح زود بیدار میشد. یکی از راه‌های کلیدی که اکثر دخترها در اون موفق شدن قطعا صبح زود بیدار شدنه. سعی کنیم که صبح زود بیدار بشیم که اکثر دخترای موفقمون که باشون مصاحبه میشه قطعا نکته کلیدیشون اینه که صبح زود بیدار میشن. و بریم سراغ داستانمون، نه برای اینکه ثابت کنیم قوی هستیم، برای اینکه ثابت کنیم حق انتخاب داریم. میدونین چیه؟ کم کم دنیا عوض میشه، به سوی پیشرفت میره و در آخر شما میمونیم با حسرت‌هایی که هیچ کس گردن نمیگیره، حتی اون کسایی که محدودتون کرده بودن، حتی اون کسایی که میگفتن نمیتونی. قطعا که هر راهی سخته و اگر سخت نبود همه ما میتونستیم انجامش بدیم. پس نباید بگیم که این راه سخته، این راه غیر ممکنه. هیچ راه سختی دلیل بر غیر ممکن بودن اون کار نیست. و این به همه ما در طول تاریخ ثابت شده و ما زنها ثابت کردیم که هر چیزی رو بهترینش رو میتونیم ما انجام بدیم. علاوه بر این که میگن نمیتونی انجام بدی، ما بهترینش هم انجام میدیم و اینو نه تنها میگیم، بارها ثابت کردیم. بریم سراغ داستانمون. او یک بلیت اتوبوس برای یک سفر کوتاه به شهری که همیشه آرزوی دیدنش رو داشته برداشت، و نه همراه کسی، نه با خانواده، نه با یک مرد، تنها. و همون سفر اولین باری بود که فهمید تنهایی میتواند امن باشد، میتواند زیبا باشد، میتواند آزادی باشد. همانجا بود که تصمیم گرفت رابطه ای رو که مدت هاست مردد بود رو تمام کند. خیلی از ماها وقتی از یک رابطه اشتباه بیرون میان قطعا موفق ترین و زیباترین میشیم، چرا که تنها سدی که اون موقع جلومون هست رابطه اشتباهیه که باید بشکنیم و ازش بیرون بیایم. درسته این خیلی سخته، ولی آینده تو خیلی مهمتر از همه احساسات و اون کسی که کنارش هستی. همه ما میخوایم که خودمون باشیم، برای خودمون بمونیم، نه برای یک مرد، نه برای حرف مردم، نه برای تصویری که از دختر خوب ساختند. ماها گذشت، مدارک جدید گرفت، کلاس های تازه رفت. این حس رو مطمئنم خیلی از دخترای مهاجرمون که رفتن
تجربه کردند و موفق شدن. آخرشم اونایی که تنها پشتکارشون چیزی جز باورشون نبود، هر بار که احساس ضعف میکردن برمیگشتن به اون شب، همان شبی که بهشون میگفتن نمیتونی، شبی که بین دو مسیر انتخاب کرده بودند. اما این بار با یک حس جدید، حسی که با هیچ رابطه ای تجربهش نکرده بودند. قدرت انتخاب، قدرت رفتن، قدرت ساختن، قدرت این که اگر روزی داستان بعدیمون راجع به دختری که همیشه فکر میکرد عشق باید امن‌ترین جای دنیا باشد، جایی که وقتی خستگی پناه میدهد، وقتی ناامیدی دستت را میگیرد، وقتی میلرزی آرامت میکند. اما عشق او خانه نبود، جای امن نبود، پناه نبود. عشق او تبدیل شده بود به چیزی شبیه یک اتاق تاریک که هرچه بیشتر تلاش میکرد چراغش را روشن کند، بیشتر میفهمید این خانه اصلا برای او ساخته نشده. اول همه رابطه ها خوبه، مثل تمام رابطه هایی که با حرفهای قشنگ شروع میشن، با گل ها، با آینده هایی که هنوز روی هوا ساخته میشوند. اما کم کم چیزهایی شروع میشود که خود فرد هم نمیفهمد اسمش را. حتی گاهی نمیدانیم این حس تردیدهایی که توی سینه ما میریزد از کجاست. چرا هر بار حرف میزد گاهی یک جوری نگاه میکرد که انگار دارد کوچک میشود. چرا هر موفقیتش، هر پیشرفتش تبدیل میشود به شوخی و به بی اهمیت شمردن. چرا هر بار که حرف از درس، کار، برنامه‌های آینده میزنیم فقط یاد مردها میافتیم. طرف مقابل میگوید تو زیادی جاه طلبی، این همه تلاش برای چی؟ که مطمئنم اینو خیلی ها شنیدیم. تو که قرار نیست بری کوف اداره کنی، آروم باش، زنها همیشه آخرش همون زندگی معمولی رو دارن. این جمله ها شاید برای آدم ها ساده باشد، اما برای او مثل کشنده ای آرام و مدام روی روحش بود. کشیده هایی که درد نمی گرفتند، اما زخمش هی عمیق‌تر می شد. ماها می گذشت، او آرام آرام کم شد، آرزوهایش کم شد، صدایش کم شد، انگار داشت تبدیل می شد به نقطه ای که مطابق خواسته های دیگران ساخته شده. نه خودش، اما یک روز دقیقاً یک روز خاص اتفاقی افتاد که جریان زندگی را عوض کرد. آن روز سر کار بود. خسته بود، پیامی دریافت کرد، پیامی که از او میخواست بیشتر مراقب رفتارش باشد، پیامی که نمیگفت مراقب حالت باش، پیامی که میگفت خیلی سرکشیزم، باید کمتر بلند پروازی کند. و در همان لحظه، درست همان لحظه، او انگار از بیرون خودش را نگاه میکرد. زنی که پشت میز نشسته بود، چشمهای خسته، دل گرفته، رویاهای سرخورده، زنی که دیگر خودش نبود. آنجا فهمید مشکل او جاه طلب بودن نیست، مشکل او دختر بودن هم نیست. مشکل این است که در رابطه گیر کرده که از او انرژی میگیرد، نمیدهد. همان روز بعد از کار آرام راه رفت، نفسش سنگین بود، اما قدمهایش مثل کسی بودند که تازه دارد از زخم بیدار میشود. به خانه که رسید، روبروی خودش ایستاد، روبروی حقیقت، روبروی انتخاب بزرگی که باید انجام میداد. آن شب بین هزارها اگرها گیر کرده بود. اگر اشتباه کنم، اگر تنها بمانم، اگر مسخره شوم و هزار تا اگر دیگر. اما یک سوال کوچک همه چیز را تمام کرد. اگر همینطور ادامه بدهم خودم را از دست نمیدهم؟ و جوابش واضح بود. صبح فردا رابطه را تمام کرد، بی سر و صدا، بدون جنگ، بدون دعوا، فقط با احترام به خودش. نه برای اینکه طرف مقابل بد بود، برای اینکه آن رابطه برای روح او مناسب نبود. چند ماه بعد حقیقت‌های عمیقی را فهمید. زنها تنها نمیمانند، زنهایی تنها میمانند که خودشان را نمیشناسند. اما زنی که خودش را انتخاب کند، حتی در تنهایی‌اش هم پر است. فهمید هیچ کس قرار نیست بیاید او را نجات دهد، هیچ کس قرار نیست با عشقش کمبودهایش را پر کند. بالها همیشه همینجا بودند، درست روی شونه های خودش. فهمید موفقیت زن رقابت با مردان نیست، آزاد شدن از توقعات مرد سالار است. فهمید عشق زیباست، اما وقتی که از وقوع خودت باشد، نه از نیاز. و مهمتر از همه فهمید بزرگترین تصمیم زندگی هر زن این است که انتخاب کند. آیا میخواهد خودش را بسازد، با خودش را خرج ساختن دیگری کند؟ او انتخاب کرد خودش را بسازد. و این رو یادتون باشه، هیچ وقت نباید برای انتخاب خودمان عذاب وجدان بگیریم. ببینید، هیچ کس از اول زندگی بلد نبوده درست انتخاب کنه. هیچ زنی از همون روز اول قوی، آگاه و مستقل به دنیا نیومده. همه ما یه زمانی، یه جایی، یه آدمی رو بیشتر از خودمون دوست داشتیم و اسمش رو گذاشتیم عشق. و این اشتباه نیست. اشتباه اونجاست که برای نگه داشتن یک رابطه خودت رو جا بذاری. خیلی از زنها فکر میکنن اگر برن، اگر تموم کنن، اگر تنها بمونن، یعنی شکست خوردن.
ولی کسی بهشون نگفته بزرگترین شکست موندن در جایی که روحت هر روز کوچکتر میشه. عشق واقعی قراره تو رو امن‌تر کنه، نه مضطرب‌تر. قراره تو رو جسورتر کنه، نه ساکت‌تر. قراره کمکت کنه خودت باشی، نه اینکه مدام نقش بازی کنی. اگر برای دوست داشته شدن باید کمتر بخندی، کمتر حرف بزنی، کمتر رویا داشته باشی، کمتر خودت باشی، اون عشق نیست، اون معامله است. و تو هیچ وقت برای معامله شدن ساخته نشدی. خیلی وقتا ما زنها عادت کردیم خودمون رو تثبیت بدیم، با اخلاق مرد، با خواسته های خانواده، با ترس از تنها موندن، با قضاوت مردم. اما هیچ کس از ما نپرسید خودت کجای این زندگی هستی. یعنی رابطه ها از همون اول سمی نیستن، آروم آروم سمی میشن، با شوخی هایی که تهش تحقیره، با بی‌توجهی هایی که اسمش آزاده، با کنترل هایی که اسمش غیرته. و خطرناکترین بخشش اینه که تو کم کم عادت میکنی به اینکه صدات شنیده نشه، به اینکه دیده نشی، به اینکه همیشه توضیح بدی چرا اینطور هستی. ولی آدمی که قراره کنار تو باشد نباید از نور تو بترسد، نباید از رشد تو تهدید بشود، نباید از مستقل بودنت احساس کوچکی کند. اگر کسی با قوی شدن تو ضعیف می شود، مشکل از قدرت تو نیست. یه جاهایی تو زندگیمون هست که باید بشینیم و از خودمون بپرسیم من دارم زندگی میکنم یا دارم دوام میارم. دوام آوردن هنر نیست، سکوت هنر نیست. و سعی نکنیم دیگران رو مثل خودمون به این زندگی تشبیه کنیم. خودت رو فدا کردن برای عشق هنر نیست، و خودت رو فدا کردن برای دیده شدن هم عشق نیست. آرامش از جایی می آید که دیگر مجبور نیستی خودت را ثابت کنی. از جایی می آید که می دانی حتی اگر تنها باشی باز هم کاملی. تنهایی همیشه ترسناک نیست. بعضی وقتها تنهایی جایی است که دوباره خودت را پیدا می کنی، جایی که می فهمی چه چیزی دوست داری، چه چیزی می خواهی و چه مرزهایی داری. زن بالغ منتظر نجات دهنده نمیماند، خودش مسئول زندگی خودش است، نه با خشونت، نه با جنگ، بلکه با آگاهی. اینکه انتخاب کنی در رابطه ای نباشی که تو را خالی کند ضعف نیست، بلوغ عاطفی است. این که بگویی من آرامشم مهمتر از خودخواهی نیست، خود دوستیه. و بدون هیچ چیزی جذابتر از زنی نیست که با خودش در صلح، زنی که نیاز ندارد کسی تاییدش کند تا احساس ارزشمندی کند. اگر قرار است دوباره عاشق بشوی، اول عاشق خودت باش، با همان زخم‌ها، با همان ترس‌ها و با همان گذشته. زندگی قرار است جای رشد باشد، نه زندان عادت‌ها. و یادت باشد هیچ رابطه‌ای ارزش از دست دادن خودت را ندارد. هیچ عشقی نباید تو را از رویاهایت جدا کند و هیچ مردی نباید دلیل کوچک شدن تو باشد. آرامش و آینده انتخاب است و فقط برای مرد نیست، و تو حق داری این انتخاب را برای خودت انجام دهی. یه داستانی داریم که تو زندگیمون مطیع نباشیم. از بچگی به همه ما یاد دادن که دختر باید مطیع باشد، باید آرام حرف بزند، آرام راه برود، آرام آرزو کند، باید مراقب باشد صدایش از حد مشخصی بلندتر نشود که مبادا کسی فکر کند زیادی مستکل شده. خانه برایش نه پناه بود نه زندان بود، چیزی میان این دو. خانه‌ای که پر از محبت‌های پیچیده و سختگیرانه بود، محبت‌هایی که همیشه یک شرط پشتشان می‌دوید، محبت‌هایی که از او می‌خواست دختر قابل پیش‌بینی بماند. وقتی بزرگ شد این الگوها ناخودآگاه وارد رابطه‌هایش هم شد. او فکر می‌کرد همیشه باید از خودش بگذرد تا دوست داشتنی شود، باید از خواسته خودش کم کند تا کسی که کنارش هست بماند، باید کوتاه بیاید، چون این کاری بود که تمام زن‌های اطرافش انجام داده بودند. جواب تلفن‌هایی که همیشه اینطور بود، چرا جواب ندادی، کجایی، چرا همیشه سرت در کار است، تو اینطوری بمونی تنها میمونی، تو زیادی سختی، زن باید نیازمند باشد تا عزیز باشد. این جمله ها را بارها شنیده بود. شروع کرد به گوش دادن صدایی که همیشه خفه‌اش میکرد، صدای خودش، صدایی آرام اما محکم که میگفت چرا باید برای دوست داشته شدن کوچک شوم، چرا باید برای پذیرفته شدن بی صدا شوم، چرا باید خود واقعیم را پنهان کنم، و مهمتر از همه چرا باید آرامشی که خود برای خودم میسازم بدم دست کسی که بلد نیست حفظش کند. برای اولین بار حس کرد شاید تمام این سالها اشتباه از او نبوده، اشتباه از انتظاراتی بود که از او داشتند، انتظاراتی که هیچ ارتباطی با هویت واقعیش نداشت و معتقد بودند که باید راه آنها را برود و بدبخت شود. یکی از مشکلات خیلی از زنهای اطرافمون اینه که وقتی خودشون بدبختن، خودشون قانعن، نمیخوان بقیه بلند پرواز باشن، بقیه به رویاهاشون برسن، میخوان بقیه هم راه آنها رو بروند و مثل خودشون باشند و این کار رو مثل یک الگو قرار میدن که تو هم قرار الگوی اون رو بری و اگه نری مثل یک چیز متفاوت بهت نگاه میکنن و شما هیچ وقت این نگاه ها رو جدی نگیرید.
چون در آخر کاری از دستشون بر نمی آید و نترسین شجاع باشیم. همیشه هم همینطور می شود. ما زنها شجاعتمان را جمع می کنیم و رابطه را تمام می کنیم، نه با دعوا، نه با اشک، نه با مقصر دانستن کسی، بلکه با پذیرش. تمام کردن رابطه سخت است، خیلی سخت. شبهایی که روی تخت می نشینی و نگاهت به سقف خالی می شود، خاطرات مثل موج می آید، اما بین تمام این لرزش ها ما چیزی را پیدا می کنیم که هیچ وقت در رابطه های قبلی لمسش نکرده بودیم. آرام بودن کنار خودش. صبحها بیدار می شویم و کاری را که دلمان می‌خواهد انجام می‌دهیم و کاری که دلمان نمی‌خواهد انجام نمی‌دهیم. نه دختر مطیع خانه، نه دختر قربانی رابطه، نه دختر همیشه منتظر تایید، بلکه زنی که بالاخره می‌خواست خودش را بشناسد. زنهایی که در جامعه مرد سالار رشد می کنند گاهی باید چندین بار از نو به دنیا بیایند تا واقعا زنده شوند و او تازه داشت نقطه واقعی خودش را زندگی می کرد. امروز وقتی کسی از او می پرسد چرا هیچ رابطه ای نداری، او با آرامشی که از درونش ریشه دارد فقط می گوید چون یاد گرفتم رابطه قرار نیست جای تنهایی هایم را پر کند، قرار نیست نقص هایم را ترمیم کند. رابطه باید از روی آرامش باشد که خودم ساختم، نه آرامشی که از کسی التماس کنم بدهد. او فهمید زن بودن یعنی انتخاب این که در دنیا چطور زندگی کنی، نه اینکه در دنیا برایش نسخه بنویسند. و این آغاز زن جدید بود. چند تا جمله رو بیام با هم تکرار کنیم و هیچ از یادمون نبریم. هیچ کس به تو آرامش بدهکار نیست. آرامش چیزی است که از رابطه بگیری، چیزی است که اگر خودت نساخته باشی هیچ کس نمیتواند حفظش کند. اگر برای دوست داشتنی بودن مجبوری خودت را کوچک کنی، آن دوست داشتن ارزش بزرگ شدن ندارد. دختری که همیشه میفهمد معمولا کسی است که هیچ کس زحمت فهمیدنش را به خودش نداده. کنترل وقتی اسمش محبت می شود خطرناکتری می شود، چون یاد میگیری زنجیر را با عشق اشتباه بگیری. همه وابستگی ها با تنهایی شروع نمی شوند، بعضی هایشان با تربیت شروع می شوند. به تو یاد دادند آرام باشی تا دیگران راحت باشد، نه اینکه خودت سالم بمانی. زن قابل پیش بینی معمولا زنی است که رویاهایش را قبل از خودش دفن کرده. اگر رابطه‌ای باعث می شود بیشتر توضیح بدهی تا زندگی کنی، وقت رفتن است. کسی که از استقلال تو می ترسد از خودت نمی ترسد، از این می ترسد که دیگر به اون نیاز نداشته باشی. نیاز داشتن با وابسته بودن فرق دارد. اولی انسانی است، دومی فرسایشی. هر جا مجبور شدی مدام خودت را ثابت کنی، بدان که دیده نمی شوی و از آن رابطه بیرون بیا. گاهی قوی‌ترین کاری که یک زن می‌کند نه ماندن است، نه جنگیدن، بلکه رفتن بی آنکه خودش را توضیح بدهد. آرامشی که با سکوت اجباری به دست بیاید آرامش نیست، فرار است. تو مسئول حال خوب همه نیستی، حتی اگر سالها این نقش به تو سپرده شده باشد. زنهایی که زود بالغ می‌شوند معمولاً دیر به خودشان می‌رسند. اگر بودن تو کسی را عصبانی می‌کند، شاید مشکل در بودن تو نیست. رابطه‌ای که مدام تهدیدت می‌کند در واقع دارد از آزادیت می‌ترسد. و اینکه تنهایی همیشه خالی نیست، بعضی وقتا پر از خودت است. آدم‌هایی که می‌خواهند نجاتت بدهند اغلب همان‌هایی هستند که اول غرقت می‌کنند. پس به هیچ کس اعتماد نکن. هر بار که از خواستت گذشتی تا کسی بماند، یک قدم از خودت دور شدی، از رویاهایت دور شدی. زن بودن یعنی یاد بگیری هر جا آرامش نیست وظیفه‌ات ماندن نیست. هیچ کس حق ندارد به اسم عشق روی زخم‌های قدیمی‌ات پا بگذارد. آرامش جایزه زن مطیع نیست، نتیجه زن آگاه است. اگر رابطه ای تو را از خودت دور می کند، حتی اگر تنهایت کند، ارزش تمام شدن دارد. گاهی باید تنها بمانی تا بفهمی چقدر از شلوغی ها فقط عادت بودند. بچه زن قوی کسی نیست که درد نکشد، کسی است که درد را به سرنوشت تبدیل نکند. اغلب خیلی از زنها رو ما دیدیم که به عنوان روز زن استوری میذارن که زن قوی همانهایی بودن که مجبور به تحمل شدند. نه عزیزم، تو مجبور به تحمل نیستی، هیچ وقت هم نبودی. تو خودت رو داری آزار میدی، داری شکنجه میدی و سعی میکنی این رو خوب نشون بدی تا بقیه هم دلخوشی داشته باشن، نه اینکه سعی کنن فرار کنن از رابطه بیان بیرون، بلکه یه دلخوشی دارن برای خودشون. هر دوستت دارم اگر پشتش احترام نباشه بدهیه که دیر یا زود با روح تو صاف میشه. اینو خیلی همون میدونیم و دوست دارم که بهمون بی احترامی بشه. تو قرار نیست کم صدا تر شوی تا دیگران بلندتر شنیده بشن. همیشه و همیشه من میگم که خودتون رو اولویت قرار بدین. تو دلت
براش میسوزه، ولی بعدش که نزدیکش میشه بهش غذا میدی، جا میدی، میاد از پشت همون اولین نفری که میشه تو رو میزنه. بعد خودمون مقصریم که زیادی به دیگران پر و بال میدیم. پس همیشه خودت و خانوادت رو اولویت قرار بده. خانواده، جامعه، رابطه همه میتونن دوستت داشته باشن و همزمان مانع رشدت باشن. پس حتی اگه هم دوستشون داریم هیچ وقت به حرفشون گوش ندید. همیشه راهی رو که خودتون انتخاب کردین که برین رو انتخاب کنید، چون همیشه همه ممکنه صلاح تو رو میخوان ولی ممکنه اون راه صلاحتون نباشه. آزادی گاهی فقط این نیست که کسی از تو نپرسه کجایی، چرا، تا کی. و همیشه مهمترینش یادمان رفت بهتون گفتم که همیشه از دوست حسود دوری کنید. وقتی یاد بگیری خودت رو تنها رها نکنی دیگه از تنها موندن نمیترسی. زنایی که خودشون رو پیدا میکنن کمتر در رابطه میمونن، نه چون سردن، چون انتخاب کردن و هیچ وقت کم راضی نمیشن. همیشه در هر چیز زیاده خواه باشین، در عشق، در تحصیل، در موقعیت کاری، در همه چیز. من همیشه میگم که هیچ وقت به کم گانه نباشید، حتی به لباس ارزون پوشیدن هم گانه نباشید. راجع به رابطه‌های عاطفی هم این که کسی که ترس از تنهایی داشته باشه تو رابطه که همیشه از طرف مقابلش رد بشه یا دیگه دوستش نداشته باشه، دیر یا زود به تنها ترین جای زندگی تبدیل میشه. میگم که هیچ وقت ارزشتون رو در این حد ندونین که در همچین رابطه هایی بمونین. گاهی زندگی از تو شجاعت نمیخواد، فقط صداقت با خودت رو میخواد. بزرگترین بلوغ ما زنها اینه که بفهمیم قرار نیست همه از نقطه جدیدمون خوششون بیاد. خیلی ها چشم دیدن نقطه جدیدمون رو ندارن، اون ورژن قدیمیمون رو میخوان. خیلی جاها برامون اتفاق افتاده که وقتی بخوایم بهتر شیم، چه از لحاظ اندام، چه از لحاظ تحصیل، چه از لحاظ موقعیت مکانی، چشم دیدن ما رو ندارن و همون هایی که به ما میگفتن نمیتونی وقتی تونستیم دیگه از حسادتشون نمیدونن که چی کار کنند و خودتون میدونین بهتر از من که چه کارهایی که نکرده باشند. ما قرار نیست که در هر جمعی باشیم، در هر دعوتی باشیم خیلی صادقانه و محترمانه میتونیم بگیم که نمیایم، دوست نداریم که باهاتون ارتباط داشته باشیم یا حتی دوست نداریم که دعوت بشیم. این خیلی ساده است و شاید ندونیم که چقدر به زندگیمون آرامش میده، چون ما به هیچ کس تو زندگیمون احتیاج نداریم. همین که میبینیم میگن که وقتی آدم‌های حسود دورو، حتی اگه دوست باشن، حتی اگه فامیل باشن، از زندگیمون حذف کنیم، چقدر جا برای آدم حسابیا باز میشه، چقدر برای آدم‌های خوب انرژی‌های خوب تو زندگیمون باز میشه. این داستان در این کشور نمیمانم. هیچ وقت فکرش را نمی کنیم روزی برسد که با یک چمدان کوچک در یک فرودگاه بزرگ وسط 1000 آدم غریبه بایستیم. از اول زندگی ما دخترها این جمله ها رو در گوشمون پر کردند. دختر تنها به درد سر می افتد. دختر باید نزدیک خانواده بماند. دختر که نمیتواند آنور دنیا دوام بیاورد. آخرش که چی؟ برگردی شوهر کنی؟ بچه من وقتی این داستان رو میخونم براتون تعریف میکنم، این جمله هایی که میگم اینا جمله های آدم های حسوده، چون میدونی هیچ کس اونقدر جاهل نیست که از دنیا بیخبر باشه. ما الان تو سال 2025 و خب هزاران حتی صدها دختر در طول تاریخ، حتی صدها سال پیش ثابت کردن که ما فراتر از اینها رو میتونیم و انجام بدیم. و این حرفا برای زنای آگاهی مثل ما کار نمیکنه. این جمله ها مثل سایه های غلیظ همیشه دنبالمون میاد، ولی اونقدر سنگینش میکنیم که فکر میکنیم شاید حد با اوناست. شاید دنیا مکان ترسناکی برای یک زنه، اما یک چیزی که درونمون همیشه هست، چیزی که نه میمیرد و نه کوچک میشود. رویاهایی که سالها توی سینه های ما مخفی کردیم چون میترسیم که مسخره‌اش کنند. روزی که میفهمیم باید اون درخواست رو بدیم و اون مهاجرت رو، اون کار رو، اون بیزینس رو شروع کنیم، هیچ کس خوشحال نمیشه، هیچ کس حمایت نمیکنه. برعکس همه به جای اینکه بپرسن چی لازم داری یا موفق باشی و انرژی های مثبت بدن، همشون میگن داری زندگی رو خراب میکنی. زن باید زیر سایه خانواده و شوهرش باشه، اون برای دنیا کسی باهات مهربون نیست. و اینا همیشه به نظر من حرفای آدم‌های جاهله. جاهل هم نیستا، حرفای آدم‌های آگاهی، ولی حسودن این آدم‌ها و دوست ندارن شما هیچ وقت به اون جایگاه برسین، از منطقه امنتون بیرون بیان، مستقل بشین، قوی بشین. من همیشه به دخترها میگم که لجباز باشین، سرسخت باشین. نمیخوایم که ما آینده‌مون شبیه زنهایی بشه که همیشه حسرت‌ها، اگرها روی زبونشون خشک میشه.
ماها کار کنید، سختی بکشین. هیچ راهی که تهش درخشان باشه آسون نیست، همیشه سختی هست. از تفریح و خوابتون بگذرین، از رابطه‌ای که وقتمون رو هدر میده بگذریم، از آدم‌هایی که نمیفهمن دختر هم حق داره بلند پرواز باشه فاصله بگیریم. هیچ وقت اون لحظه رسیدن به فرودگاه، رسیدن به همین لحظه ها، رسیدن به کشور مورد علاقت، رسیدن به هدفات، به تحصیل، به کارت، هیچ کدوم رو به خاطر هیچ حرف هیچ کس عقب نندازین. یاد بگیریم تنها غذا درست کنیم، یاد بگیریم تنها در خیابان‌های بلند قدم بزنیم، یاد بگیریم وارد جامعه بشیم، وارد اجتماع بشیم، تنها زبان جدید یاد بگیریم، یاد بگیریم تنها گریه کنیم، تنها بلند شیم. همیشه که دوستمون همراهمون نیست وقتی که حالمون بده. در این مسیر خیلی چیزا رو ما میفهمیم. تنهایی ترسناک نیست، واقعا تنهایی بیدار کننده است. زنان وقتی تنها میروند نه گم میشوند نه شکست میخورند، آنها تبدیل میشوند به نسخه هایی که ریشه هایشان در خودشان دارند، نه در هیچ کس دیگر. و این زیباترین شکل استقلال یک زن است، اینکه انتخاب کند آینده اش را خودش بسازد، حتی اگر همه دنیا بگویند تو نمیتوانی. او ثابت کرد زنها وقتی تصمیم میگیرند دنیا باید به آنها احترام بگذارد نه ترحم، و این تازه شروع راه او بود. بذارین همون اول یک چیزی رو براتون بگم، نه برای دلخوشیه نه برای انگیزه زیاد. اگر زنی هستین که میخواین تنها مهاجرت کنین یا حتی فقط از زندگی تحمیل شده بیرون بیان، باید بدونین که هیچ کس قرار نیست دستت را بگیرد. همیشه هم این راه سخت خواهد بود، ولی سخت بودن راه بر دلیل غیر ممکن بودن اون کار نیست. هیچ کس قرار نیست اول راه بگوید آفرین، و هیچ کس قرار نیست وقتی خسته شدی محکم بفهمد چرا اینقدر خسته ای. و این حقیقت نه ترسناک است نه تلخ، بلکه این چیزیه که نشون میده تو مسیر رو درست میری. همون درست رفتنت باعث حسادت آنها شده. این حقیقت آزاد کننده است. ما را از بچگی یه جوری تربیت کردن که فکر میکنیم اگر تنها بمونیم، اگر پشتمون خالی بشه، یعنی داریم مسیر اشتباه رو میریم. اما کسی قرار نبود که تصمیممون رو تایید کنه، پس حتما اشتباه کردیم و این فکر اشتباهه. ما در اون موقع داریم بزرگترین تصمیممون رو میگیریم. ببینید همه آدم‌های بزرگی که میبینیم داستان‌هاشون رو میشنویم، هیچ کدومشون اول مسیرشون بهشون باور نداشتن، حتی خیلی هاشون رو مسخره کردن. گاهی تنها شدن نشونه اشتباه نیست، نشونه بلوغه. یکی از سخت‌ترین چیزایی که یک زن مستقل باید بپذیره اینه که دنیا به او بدهکاره. خیلی میگم بدهکار نیست، ولی در واقع بدهکاره. نه به خاطر سختی‌هایی که کشیده، نه به خاطر شب‌هایی که گریه کرده، نه به خاطر شجاعتی که خرج کرده. من همیشه عاشق زن‌های جاه طلب و بلند پروازم و واقعا باعث افتخاری که در این مسیر خیلیاتون همراه منین. یا میشکنی یا قوی میشی. اگر این ویدیو رو داری میبینی احتمالاً از اون زنهایی هستی که قراره قوی بشی، و اگر بشکنی هم هیچ وقت قرار نیست جا بزنی. ما شاید کم بیاریم، سختی بکشیم، شکست بخوریم، ولی هیچ وقت اجازه نمیدیم که از زمین خوردنمون خوشحال بشن یا از اون موقعیتمون خوشحال بشن. همیشه یک کاری میکنیم، بلند میشیم و دقیقاً شجاعت ما در همین بلند شدنه که این جسارت بلند شدن و دوباره شروع کردن رو پیدا میکنیم و فرق ما دقیقاً با اونا همینه. هیچ کجای داستان نمیشنویم که یه زن بلند پرواز و یک زن جاه طلب جا بزنه یا حتی قانع باشه. همیشه قوی بودن یعنی اجازه بدهی بترسی ولی تسلیم نشوی. قوی بودن یعنی به جای نقش بازی کردن به خودت صادق باشی. استقلال مالی فقط پول نیست. استقلال مالی یعنی وقتی کسی تهدیدت میکند که میروم این رابطه را تمام میکنم تو نلرزی. یعنی وقتی رابطه ای سمی است نمانی چون راه دیگری نداری. یعنی وقتی خانواده یا جامعه میگویند بدون ما نمیتوانی، لبخند بزنی و بدانی که تو میتوانی. اولین حقوقی که میگیری فقط عدد نیست، بیانیه است. بیانیه ای که میگوید من میتوانم هزینه زندگی خودم را بدهم و این یعنی حق انتخاب دارم. یعنی دشمن تو نیست. به تو دروغ گفتند تنهایی زن را ضعیف نمی کند بلکه قدرتمند می کند. وابستگی ناآگاهانه ضعیف می کند. در تنهایی است که واقعا میفهمی چه چیزی میخواهی، نه چه چیزی را که به تو گفتند باید بخواهی. فمینیست یعنی انتخاب نه نفرت. فمینیست بودن یعنی حق انتخاب. یعنی اگر خواستی تنها بروی
حق توست. اگر خواستی بمانی باز هم حق توست. یعنی هیچ کس حق ندارد نقصه زن درست را به تو تحمیل کند، نه جامعه، نه خانواده، نه مرد، نه حتی زنهای دیگر. تو پروژه نجات کسی نیستی. نه آمده ای کسی را درست کنی، نه آمده ای کسی را نجات بدهی، نه آمده ای ثابت کنی که حق داری. تو آمده ای خودت را زندگی کنی و اگر در این مسیر بعضی‌ها ناراحت میشوند، این هزینه آگاهی و آزادی هست و تقصیر تو نیست، اشتباه تو هم نیست. تو قرار نیست به دنیا ثابت کنی که میتوانی، چون همه میدانند که تو میتوانی. آنها از توانستن تو میترسند از نقطه امنیت بیرون بیایی و از نقطه توانستن میترسند. بچه امیدوارم ویدیوی من رو دوست داشته باشین و در ویدیوهای بعدی همراه من باشین. دوستتون دارم. روز خوب داشته باشین.